این تست بهت میگه آدم سمی هستی یا نه. اگه بیشتر از 5 تا انگشتت رو پایین آوردی آدم سمی هستی. حالا بریم سراغ تست. یه انگشتت رو بیار پایین اگه همیشه خودتو با بقیه مقایسه میکنی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه از یه نفر چندین بار جدا شدی و دوباره آشتی کردی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه حتی یک بار بدون دلیل منطقی از 5 نفر اول لیست شیرت عصبانی شدی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه به موفقیت‌های دوستات حسودی میکنی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه نمیتونی هیچ انتقادی رو تحمل کنی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه همیشه توقع داری که بقیه بهت توجه کنن. یه انگشتت رو بیار پایین اگه هیچ وقت قبول نکردی که داری اشتباه میکنی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه تو هر مسئله‌ای به فکر منفعت خودتی. یه انگشتت رو بیار پایین اگه به خط قرمزای بقیه احترام نمیذاری.